سلام مسیح جون. ما اومدیم پمپ بنزین با گاب دارم به ما بنزین میدن. میگه کجا کله شدی. اسم نداره کسی. نه تو یه چیز کشی بنزین کش. آره تو باز کردی. در نداشت؟ خب بین سریع شما کدوم انتخاب میکنه؟ سریع برن در سوال حاج قاسم انتخاب کنن. سریع؟ با شاشی تو اعتقاداتش میبینه؟ داداش پراید واقعا ماشین خوبیه. خب بالاخره ایراداتی هم داره دیگه. یه خانم شلده است اومد دندقه گیردیم هم گاپ ما دیگه نمیتونی حرف بزنی، نمیتونی تکون بخوری، هیچی نمیفهمی. من اینو میخوام حاج قاسم بازش کن. مشکل داری؟ سلام. چیپس مقاله کردم. چی؟ نه سلام. سلام آره بابا من جواد یاد گرفتم اینا رو. از آدم اشتباهی یاد گرفته اگه جواد یاد گرفته باشه. به چپ بزنم باشم چیز کنم به چپ بزنم. نه فن این کنه بزن چه نمیاد وی پی ان خانمه یه زمین و زمین داره دیدیه نیستن همون وی پی ان هم نمیاد. چون کسرا مرجع همون کسرا تنبلیم تنبلی در کار نیست. ها محمد علی هم که شوک میکنه. این سبک کار من مشکل داری که کسرا بیدن دقیقا کسرا باشه توی به اینه تنبا بزن. حال گردی؟ بابا همین الان میگم الان خیلی خوشحالید نه؟ خوشحال نیست داشتن در ناراحتی داره؟ جان شاهزاده باشه اومده باشه برای سرکشی مراضی اراضیان شیر پسر ما در علی سلاس ها؟ نمیدونستم داداشم میخواد بیاد که آره یه تا آدم در بود. کلا مرخص نه این ساله مرخصی گرفتم. کلا برگردم زدم. بده مغازه غریبگی میکنم. برم البته نداره یه بسکش نشورده. صد درصد یه بسکش هوا دم می‌کردی الان اومده. ما داریم زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. واه بیاور Mr. Lova بومباست شد تو دارم میشونم. خب اون چی الان همونو بزنیم. سما کارتون نباشه آدرس سما همونه دیگه. 10 تا دختره. برگ دو خط و تک خط با هم شمردی؟ مگه فرق داره؟ بله برو انگار تو نشمردی مگه؟ مریم نشمردی چی با هم شمردی؟ من شمردم ولی من نمیدونم چی بود که تو اونی تو دادی من شمردم. وای ندونه فشار بخور جر بخور بسوز پارش در به ترش نداره بیا من برگردون بیمارستان.
محمد علی اینقدر میدم گوش میدی تا جان بابا بیاد بابا خواهرت اینجوری گفته به من چه؟ من چیزا کارتونه چی خالی کرد اونی که اونجا گذاشت من اونشم من میگم بمون تو خراب شده میگم همه چی اوکی همه چی اوکی محمد علی اوه فهمیدم چیکار بکنم بابا گوشم میگم از فناوری استفاده میکنم تقسیم باید دو میکنی؟ نه چی آمدم نه بابا اصلا کنم عکس میگیرم زیر عکسش میرسن دیوونم برش بشیم اسم تر تو یه چیزی میشی جاناده دیدی تو در خلاف این دوتا آسکولی جاناده هم چیز شو جاناده شو شده الان دوتا سواش بزرگ جمع چیا کرد رو؟ جاناده کلیپس بود با تایپ کردی چاپ کردی کدوما؟ بابا 3 نوع بود چاپ کردی چسبونیم روش حالا داداشم همه مورد چهار گفته داداشم دیدن هر چیز بود دارم میندازم هشت نه نه میخواستم جان بیا اینجا بابا بیا بیا هر چیزی بگم من بعدا فقط داشتم لیبل میزدم علی هر چیزی بگه اونا رو نمیگن پارشن هنو لیبل رو میزه بیا مامانا بیا اینجا بش با علی کاری نداشت باید چند میمم آن تخت اینجا دکترم یه اینجا سر میزنن موله من اینجا سکر نمیکنم یا همین میلا مثلا این نده نمایشگاه میخوام بدن باشه من خب اینا هفته دماشگاه دارن بیان کمک دیگه شاید پنجشنبه دماشگاه دارن پنجشنبه نمایشگاه داریم ماشین روشن کنم ما علی هم کارتون نباشه نخوام باید زن خدا بشین شایگان حرکت کن دیگه خب محمد علی اشتباه میزد میگفتی بله ما اشتباه میدنیم خیلی ببین واقعا انسان خیلی بیشوری هستی 206 آرام هم مشاهده میکنیم ضربه خورده 206 آیا قور شده خیلی 5 میلیون اونجا گیر کرده الان رو مخ هستن سلام بهمن ما داریم اینو بهمن سلام بیا محمد حسین سلام سلام علیکم نه دیگه سلام نه دیگه من لازم می‌خوام عکسم اونجا میذارم همه حسشو من میگم نه کم یه دونگی اینجا میخوام بزنم نه حسشو من میگم اینجوری نیست اونجا اتاق خیلی داره اومد بابا این اومد چیزی لیو بود ندید اصابش باشه مغازه کار داده کارش بوده گیزه داشت خونده مشکلی نداره یه درجه داره دیگه بمونده دیگه معمول تعداد نیروی اونجا هست دیگه اوکی دیگه اون بدی من بخورم دیگه ناموسن چیزی جلوه من بخورم جمع کن بریم یه 40 دادن جلوشو خوردم ما خودم دوست من امروز خدافظ هر چی پشت دارن هر چه زد کنم من تو رو چشم رو دست کن بده سلام سلام عادی گوسفند اومد دیگه به سلام یازده سلام ها بادیو بگم خوردم داداشم بیداره جواد؟ آره سلام رسول خوبی؟ چیزه اینا میشه واسه
افتاده تیکاشو ببر من وارد کردم چند نفر اون وزن ساخته رفت این گردی ها نیستی توضیح آقا آورده مای خب نگه داری aşağıda Tətil, orada fişər altındadır. Rət elə baba. Ya Allah. برو بالاتر برو بالاتر خب قصد بیفته این برمارشون یه شاموزی این تو دمت گرم. نظر راجع به تلویزیون واسه کردن چی بود؟ یعنی کسی نمیتونست غیر از خودم ماشاءالله خسته نباشید. همین دیگه واو Osman Kuşi. بیا پس بریم شما گفتی بیا من اومدم سلامت میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. خونک انبار خون آزاد شد. حتی یکم آزاد شد، یکم بخش اطلاعاتش مونده. بله. سلام، امروز هفته 6 ساعت 11:30 مغازه رو چیدیم داره تمام میشه. تمیز، کاری، نمیدونم چینش فلان، یه عالمه دردسر، زحمت. بچه‌ها دارن زحمت میکشن. ماشاءالله داری. هنوز در نیومدن، هنوز بچه‌ها دارن زحمت میکشن. ما هم دیگه خسته شدیم داریم میریم. 2-3 نفر موندن، اونا هم دارن میرن به شبشون برسن. مراقب خودتون ماشین. خداحافظ. شب بخیر. بای بای. دیگه بوس نداریم. بوس تمام کردیم. نداریم.